به نام خدا. بخش سوم، قانون کارما و قانون بخشایش. آدمی تنها آنچه را که می‌دهد باز می‌ستاند. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست و پندار و کردار و گفتار انسان دیر یا زود با دقت حیرت انگیز به خود او باز می‌گردد. این قانون کارما است و کارما که واژه‌ای است سانسکریت یعنی بازگشت. آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. دوستی حکایت خود را برایم بازگو کرد که کارکرد این قانون را نشان می‌دهد. دوستم گفت همه کارماهای من با عمم ارتباط پیدا می‌کند. هرچه به او بگویم کسی دیگر عیناً همان را به من می‌گوید. وقتی در خانه هستم معمولاً خیلی زود از کوره در می‌روم. یک روز که داشتیم غذا می‌خوردیم عمم شروع کرد به صحبت با من. من هم گفتم حرف نباشد، می‌خواهم در آرامش غذا بخورم. روز بعد با زنی ناهار می‌خوردم که خیلی میل داشتم روی او اثر بگذارم. داشتم با شور و شوق صحبت می‌کردم که گفت حرف نباشد، می‌خواهم در آرامش غذا بخورم. چون هوشیاری دوستم در سطحی بالا است، کارمای او بسیار زودتر از کسی باز می‌گردد که در عرصه ذهن قرار دارد. هر اندازه دانش آدمی بیشتر باشد، مسئولیت او افزونتر است و اگر آن کس که از قانون معنویت باخبر است به آن عمل نکند، به عذابی علیم گرفتار خواهد آمد. ترس از خداوند یا همان قانون ابتدای حکمت است. اگر به جای کلمه خداوند کلمه قانون را بگذاریم، مفهوم بسیاری از آیات کتاب مقدس روشن‌تر خواهد شد. خداوند میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. این قانون است که انتقام میگیرد، نه خدا. خدا انسان را کامل میبیند، انسان را به سیما شبیه خود آفریده و به او قدرت و تسلط عطا کرده. انسان تنها میتواند آن باشد که خود را چنان ببیند و تنها میتواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند. از قدیم گفتند که هیچ رویدادی بدون حضور یک ناظر رخ نمی‌دهد. انسان نخست شکست یا موفقیت و غم یا شادی خود را در صحنه خیال می‌بیند. آنگاه شکست یا موفقیت و غم یا شادی او عینیت می‌یابد. این امر را در مورد مادری که برای کودک خود بیماری تصور کرده است یا همسری که برای همسر خود موفقیت دیده است دیده‌ایم. عیسی مسیح گفت و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. پس می‌بینیم که رهایی از هر وضعیت ناخوشایند از طریق دانش به دست می‌آید و از طریق معرفت به قانون معنویت. اقتدار پس از اطاعت می‌آید. به محض اینکه انسان از قانون اطاعت کند، قانون به اطاعت او در می‌آید. پیش از اینکه قانون الکتریسیته خادم انسان شود، باید مطیع آن شود. اگر از روی جهل به آن دست بزنیم، دشمن مهلک آدمی می شود. قوانین ذهن نیز بر همین سیاقند. مثلا زنی صاحب اراده نیرومند خواهان تصاحب خانه‌ای بود که متعلق به یکی از آشنایانش بود و اغلب در ذهن خود مجسم می‌کرد که در آن خانه زندگی می‌کند. در این گیرودار مالک آن خانه مرد و زن به آنجا نقل مکان کرد. چند سال بعد که در مسیر شناخت قانون معنویت قرار گرفت، از من پرسید فکر می‌کنی من نیز در مرگ آن مرد سهمی داشتم؟ گفتم البته، آرزوی تو چنان نیرومند بود که هر مانعی را از سر راه بر می‌داشت، اما تو نیز دین کارمایی خود را پرداختی. چون چندی نکشید که شوهرت که از جان و دل او را می‌پرستیدی درگذشت و همین خانه سالیان سال آینه دق تو شد و روی دستت ماند. هرچند اگر مالک خانه و شوهر این خانم به حقیقت رو کرده بودند، اندیشه این زن هرگز نمی‌توانست بر آنها اثر بگذارد، اما هر دوی آنها در لوای قانون کارما قرار داشتند. زن به رغم میل شدید به تملک آن خانه باید می‌گفت خرد لایتناهی، آن خانه‌ای را که تو برایم می‌خواهی به من عطا فرما، خانه‌ای به همین زیبایی، خانه‌ای که بنا به حق الهی از آن من باشد. آنگاه انتخاب الهی رضایت کامل می‌بخشید و برای همگان خیر و خوشی می‌آورد.
طرح یا الگوی الهی تنها مشیتی است که به حکم مصلحت آدمی باید انجام پذیرد. آرزو دارای نیرویی است عظیم که اگر به راه‌های درست هدایت نشود آشفتگی به بار می‌آورد. مهمترین گام برای رسیدن به خواسته نخستین گام یا درست طلبیدن است. انسان باید همیشه آن چیزی را بطلبد که حق الهی او است. مثلا اگر آن زن این گرایش را داشت که اگر این خانه که دوستش دارم از آن من است، خواه ناخواه نمیتوانم آن را از دست بدهم، اما اگر به من تعلق ندارد همسنگ آن را به من بده. آنگاه اگر خدا همان خانه را برای او میخواست، چه بسا صاحب خانه خود تصمیم میگرفت که در کمال هماهنگی و خوشی از آن خانه برود، یا خدا خانه دیگری به او میداد. هر خواسته‌ای که به زور اراده شخصی و نه اراده الهی به عینیت درآید همواره گزند خواهد بود و عاقبت به خیر نخواهد شد. به آدمی اندرز دادند که همواره در به جا آوردن اراده خدا کوشا باشد. حیرت انگیز اینجا است که به محض اینکه انسان از اراده شخصی خود دست برمی‌دارد به مراد خود میرسد، زیرا به خرد لایتناهی مجال می‌دهد تا از طریق او به کار بپردازد، بایستد و نجات خداوند را ببیند. زنی سراسیمه نزد من آمد. دخترش تصمیم گرفته بود به سفری پرخطر برود و مادر پریشان و هراسان شده بود. زن گفت به هر مشاجره دست زده است تا خطرهایی را که ممکن بود پیش بیاید به دخترش گوشزد کند. شاید او را از این سفر برحذر دارد. اما دخترش عاصی‌تر و مصمم‌تر شده بود. به زن گفتم تو داری اراده شخصی خود را به دخترت تحمیل می‌کنی، در حالی که ابداً چنین حقی نداری و ترس تو از این سفر سبب تحقق آن می‌شود، زیرا از هر چه بترسی بر سرت می‌آید. و افزودم از سر این قضیه دست بردار و بگذار هر آنچه را که باید بشود بشود. این سفر را به دست خدا بسپار و مدام این عبارت را تکرار کن که اگر این سفر خواست خدا است من نیز همان را می‌خواهم و در برابرش مقاومت نمی‌کنم. اما اگر موافق مشیت الهی نیست خدا را شکر می‌کنم که همکنون از هم خواهد پاشید. 1-2 روز نگذشته بود که دخترش به او گفت مادر از این سفر منصرف شدم و اوضاع رو به راه شد و به حال نخست بازگشت. خاموش ایستادن به راستی برای انسان دشوار است. در فصل مربوط به عدم مقاومت با تفصیل بیشتری به این قانون پرداختم. مثالی می آورم که دیگر بار نمایانگر قانون کاشتن و درو کردن است. خانمی نزدم آمد و گفت که در بانک به او یک اسکناس $20 جعلی دادند. بسیار ناراحت بود و می گفت غیر ممکن است که کارمندان بانک به اشتباه خود اعتراف کنند. گفتم بیا این وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم تا دریابیم چرا تو آن را به سوی خود کشاندی. چند لحظه به فکر فرو رفت و ناگهان فریاد کشید فهمیدم. چون محض شوخی برای دوستی یک عالمه پول جعلی فرستادم. اکنون این قانون برای خود او پول جعلی فرستاده بود، چون قانون اصلا شوخی سرش نمی شود. گفتم حالا ما قانون بخشایش را فرا می‌خوانیم تا این وضعیت را خنثی کنیم. مسیحیت بر اساس قانون بخشایش بنا شده است و مسیح ما را از عقوبت قانون کارما رهانیده است. مسیح درون هر انسان ناجی و رهاننده او از هر وضع و شرایط ناهماهنگ است. آنگاه گفتم جان لایتناهی ما قانون عفو و بخشایش را فرا می‌خوانیم و سپاس می‌گزاریم که این زن در پرتو لطف الهی است و نه در لوای قانون و نمی‌تواند این $20 را که حق الهی او است از دست بدهد. گفتم اکنون برخیز و به هیچ واهمه به بانک برو و به آنها بگو که مسئول باجه اشتباهاً این پول را به تو داده است. زن نیز برخاست و به بانک رفت و به رغم حیرتش مسئولان بانک با ادبی هرچه تمامتر از او عذر خواستند و اسکناسی دیگر به او دادند. پس آگاهی از قانون این قدرت را به انسان می‌دهد تا خطاهای خود را جبران کند. انسان نمی‌تواند به زور ظاهر چیزی بشود که نیست.
اگر استغنا می‌طلبد، نخست باید هوشیاری او غنی گردد. مثلا زنی نزد من آمد تا شفاعتی کنم که توانگر شود. این زن چندان توجهی به امور خانه‌اش نشان نمی‌داد و منزل او در هم ریخته و نامنظم بود. به او گفتم اگر می‌خواهی ثروتمند شوی باید منظم باشی. همه دولتمندان منظم هستند و نظم نخستین قانون کائنات است. و افزودم تا وقتی در جاسنجاقی‌ات کبریت سوخته افتاده باشد مطمول نخواهی شد. آن زن طنز را بسیار خوب درک می‌کرد و بیدرنگ به سر و سامان دادن دقیق چیزها و نظم و ترتیب و نظافت خانه‌اش پرداخت و بسیار زودتر از آنچه تصور می‌کرد به موفقیت مالی چشمگیری دست یافت. خویشاوندی به او هدیه‌ای بزرگ داد. زن نیز اکنون دائم گوش به زنگ علایم و هدایت‌ها است. ثروت را بو می‌کشد و به سوی خود می‌کشاند. مدام به ظاهر امور رسیدگی می‌کند تا در کمال نظم و ترتیب باشند و دریافته است کسی که چشم امیدش به خدا باشد هرگز در نمی‌ماند. بسیاری از مردم از این واقعیت غافلند که هدیه دادن نوعی سرمایه گذاری است و اندوختن از سر حرص و احتکار جز تنگدستی عاقبتی ندارد. هستند که می‌پاشند و بیشتر می‌اندوزند و هستند که زیاده از آنچه شاید نگاه می‌دارند اما به نیازمندی می‌انجامد. مردی را می‌شناختم که می‌خواست پالتوی با آستر پوست بخرد. با همسرش به فروشگاه‌های زیادی سر زد اما هیچ کدام را نپسندید. می‌گفت همه آنها به نظرم بنجل می‌آمدند تا اینکه فروشنده پالتویی را نشان داد که می‌گفت $1000 می‌ارزد. منتها چون آخر فصل است مدیر فروشگاه آن را $500 هم می‌فروشد. کل دارایی‌اش حدوداً $700 بود. ذهن استدلالی می‌گفت نباید همه دارایی‌ات را صرف خرید یک پالتو کنی. اما او انسانی بود بسیار شهودی و هرگز به استدلال نمی‌پرداخت. به همسرش رو کرد و گفت اگر این پالتو را بخرم یک عالمه پول در می‌آورم. همسرش نیز به سردی موافقت کرد. 1 ماهی نگذشته بود که حق العملی $10,000 دریافت کرد. پالتو کار خودش را کرد و چنان احساس تمولی به او بخشید که او را به موفقیت و توانگری رساند. اگر آن پالتو را نمی خرید این حق العمل را نمی ستاند. پس پالتو سرمایه گذاری بزرگ بود که سودی کلان به بار آورد. اگر انسان رهنمودهای به مصرف رساندن یا بخشیدن را نادیده بگیرد همانقدر پول را به طرز ناخوشایند خرج خواهد کرد یا از دست خواهد داد. خانمی برایم حکایت کرد که روز شکرگزاری به خانواده‌اش گفته بود که نمی‌تواند برای شب شکرگزاری شام مفصلی تهیه ببیند. البته زن پول داشت، منتها تصمیم گرفته بود آن را پس‌انداز کند. چند روز بعد دزدی به خانه آنها دستبرد زد و دقیقاً همان مبلغ پولی را که خرج شام می‌شد از کشوی میز کارش رو بود. قانون همواره حامی کسی است که بیباکانه منتها خردمندانه خرج می کند. یکی از شاگردانم با خواهرزاده کوچکش به خرید رفته بود. بچه پایش را توی یک کفش کرده و بهانه یک اسباب بازی را گرفته بود. شاگردم به بچه گفته بود که قدرت خرید آن را ندارد. اما ناگهان پی برده بود که دارد از فقر و تنگدستی دعوت می کند. گویی فراموش کرده که روزی رسان او خدا است. پس بیدرنگ اسباب بازی را خریده بود. هنگام بازگشت به خانه دقیقاً همان مبلغ پولی را که برای خرید اسباب بازی پرداخته بود در خیابان یافته بود. اگر انسان به منشأ رزق و روزی خود توکل کامل داشته باشد صاحب برکاتی بیکران و پایان ناپذیر خواهد بود. منتها ایمان یا توکل باید مقدم بر ظهور نعمت باشد. بر وقف ایمانت تو را عطا شود. چون ایمان چشم از هدف بر نمی دارد و تصاویر منفی و مخالف را از برابر چشم کنار می زند و زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم.
عیسی مسیح این مژده را آورد که قانونی بالاتر از قانون کارما وجود دارد که از قانون کارما فرا می رود و این قانون فیض و رحمت یا قانون عفو و بخشایش است که در پرتو لطف و عنایت و نه در لوای قانون آدمی را از قانون علیت یا مکافات عمل می رهاند. به ما گفتند از جایی که نکاشته ای درو می کنی و از جایی که نیفشانده ای گرد می آوری. و همچنین گفتند بیایید ای برکت یافتگان از پدر من ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. این حال سراسر بهجت در انتظار کسی است که بر اندیشه تبار دنیا چیره شده است. در اندیشه دنیا مهنت و تعب وجود دارد، اما عیسی مسیح گفت خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شده ام. اندیشه جهان یعنی گناه و بیماری و مرگ، اما عیسی مسیح دید که آنها مطلقاً وجود ندارند و گفت پس از آن مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت. اکنون از دیدگاه علمی نیز می‌دانیم که اگر در ذهن نیمه هوشیار تصویر جوانی جاودان و اعتقاد راسخ به حیات ابدی پدید آید، می‌توان بر مرگ چیره شد. ذهن نیمه هوشیار که قدرت مطلق است، بی مسیر و بی جهت، بی هیچ جون و چرا دستورها را اجرا می کند. به یمن هدایت هوشیاری برتر که خدای درون یا باطن آدمی است، رستاخیز تن انجام می‌پذیرد. یعنی انسان دیگر تن خود را به آغوش مرگ نمی سپارد و تن او به همان تن نور تحول می‌یابد. زیرا مسیحیت بر اساس بخشایش گناهان و گوری تهی بنا شده است. قسمت بعدی سپردن بار، تأثیر بر ذهن نیمه هوشیار. به محض اینکه انسان به قدرت‌ها و کارکردهای ذهن خیش آگاهی می‌یابد، علاقه‌مند می‌شود که برای پاک کردن تصاویر منفی و حک کردن تصاویر مثبت در ذهن نیمه هوشیار راهی سریع و آسان پیدا کند، زیرا وقوف عقلانی به حقیقت به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد. در مورد خودم به این نتیجه رسیدم که آسان‌ترین راه سپردن بار است. زمانی یک استاد ماوراءالطبیعه سپردن بار را اینطور تعریف کرد: در طبیعت تنها چیزی که به یک جسم وزن می‌بخشد قانون جاذبه است و اگر بشود سنگریزه‌ای را به اندازه‌ای که باید از این سیاره بالا برد و دور کرد به بی‌وزنی می‌رسد. عیسی مسیح نیز وقتی که گفت بیایید نزد من ای همه زحمتکشان و گرانباران و یوغ مرا بر خود گیرید، زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک، همین منظور را مد نظر داشت. عیسی مسیح بر تموج جهان یا نفحه دنیا چیره شده بود و در عرصه چاربعدی عمل می‌کرد، یعنی در آن عرصه که تنها کمال هست و تکمیل و حیات و شادمانی. به همین دلیل بود که گفت بیایید نزد من ای همه زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامش خواهم بخشید. همچنین در مزمور 55 می‌خوانیم نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. چه بسیارند آیات و حکایات کتاب مقدس که مدام گوشزد می‌کنند که جنگ از آن خداست نه از آن انسان و تنها وظیفه انسان این است که آرام بگیرد، بایستد و نجات خداوند را ببیند. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. این نشان می‌دهد که هوشیاری برتر یا همان باطن رزمنده جنگ‌ها و رهاننده بارهای آدمی است. از این رو اگر انسان باری به دوش کشد، از قانون تخطی کرده است و بار یعنی هر اندیشه منفی یا اوضاع و شرایط مخالف که البته ریشه‌اش را باید در ذهن نیمه هوشیار جستجو کرد. از سطح هوشیار یا ذهن استدلالی نمی‌توان ذهن نیمه هوشیار را هدایت کرد و پیش برد، زیرا ذهن استدلالی یا همان عقل دارای تصوراتی محدود و آکنده است از تردیدها و ترس‌ها. پس اکنون می‌توانیم دریابیم که سپردن بار به هوشیاری برتر یا همان باطن یعنی به آن عرصه که بار سبک شده است یا به بی‌وزنی رسیده است. خانمی به پول نیاز داشت. برای سبک کردن بار ذهن نیمه هوشیار خود این عبارت را تکرار کرد که من این بار تنگ دستی را به دست باطن خود می‌سپارم
و خود بیخیال به سر میبرم تا به وفور دارا باشم. بار این خانم اعتقادش به تنگ دستی بود و به محض اینکه با اعتقاد به وفور بار خود را به دست هوشیاری برتر سپرد، بهمنی از فراوانی نصیب او شد. در کتاب مقدس آمده است: مسیح در شما و امید جلال است. مثلا به یکی از شاگردانم پیانوی نو هدیه داده بودند، اما تا پیانوی کهنه‌اش را از استودیوی خود بیرون نمی برد، جایی برای پیانوی جدید نداشت. حیران مانده بود که چه کند، چون نمی‌خواست پیانوی کهنه‌اش را از دست بدهد. ضمناً نمی‌دانست آن را به کجا بفرستد. واقعاً مستعسل شده بود، چون راه حلی به فکرش نمی‌رسید و پیانوی نو را هم باید فوری تحویل می‌گرفت. در واقع پیانو در راه بود و هر لحظه ممکن بود برسد. ناگهان به دلش افتاد این عبارت را تکرار کند: این بار را به باطنم میسپرم و خود بیخیال پرسه میزنم. چند لحظه‌ای نگذشته بود که خانمی از دوستان تلفن کرد و پرسید: میتوانم پیانوی تو را برای مدتی قرض کنم؟ از این رو چند دقیقه پیش از اینکه پیانوی نو از راه برسد، پیانوی کهنه به جای دیگر منتقل شد. خانمی را می شناختم که بار انزجار را به دوش می کشید و این عبارت را تکرار کرد: این بار انزجار را به باطنم می سپرم تا خود رها شوم و دوست داشتنی و شاد و هماهنگ باشم. هوشیاری برتر که قادر مطلق است، ذهن نیمه هوشیار او را از عشق انباشت و زندگی او را دگرگون کرد. انزجار سالیان سال زجرش داده بود و روح، یعنی ذهن نیمه هوشیار، او را به بند کشیده بود. عبارت تأکیدی را باید بارها تکرار کرد، گاه ساعتها در یک وهله، خاموش یا به صدای بلند، آرام اما با عزمی جزم. اغلب این کار را به کو کردن ساز تشبیه می کنم. ما نیز باید با کلامی که به زبان می آوریم خود را کوک کنیم. دریافتم که به محض سپردن بار چندی نمی‌گذرد که آدمی به روشنی مسائل خود را می‌بیند. البته تا وقتی که ذهن نفسانی در حال فعالیت است، برخورداری از بصیرت روشن محال است. تردیدها و ترس‌ها ذهن را مسموم می‌کنند و تن و تخیل سر به شورش برمی‌دارند و هرچه ناخوشی و بلا را به سوی خود می‌کشانند. آزمودم که با تکرار مدام این عبارت تأکیدی که این بار را به باطنم میسپرم و خود بیخیال و رها به سر میبرم، گویی پرده از برابر چشمان انسان کنار میرود و همراه آن احساس آسودگی میآید و قطعاً چیزی نمیگذرد که خیر و خوشی، خواه سلامت باشد و خواه سعادت و خواه نعمت نیز آشکار میشود. یک بار یکی از شاگردانم خواست که تاریکی پیش از سحر را توضیح دهم. در یکی از فصلهای پیشین به این واقعیت اشاره کردم که اغلب پیش از موفقیت عظیم شکست ظاهری رخ می نماید. گویی همه جریانها برخلاف مسیر طبیعی خود پیش می روند و افسردگی ژرفی بر هوشیاری انسان سایه می افکند. در این حال تردیدها و ترسهای روزگاران از ذهن نیمه هوشیار آدمی سر برمی‌کشند. این اموال کهنه و متروک ذهن نیمه هوشیار به سطح می‌آیند که به بیرون افکنده شوند. در این زمان است که انسان باید چون یهوشافاط سنجش‌هایش را برهم بکوبد و شکر کند که نجات یافته است، حتی اگر به ظاهر در محاصره دشمن باشد و دشمن یعنی گرفتار تنگدستی، بیماری یا هر وضعیت ناخوشایند دیگر. شاگرد باز پرسید: آخر چقدر باید در تاریکی ماند؟ گفتم آنقدر که بتوان در تاریکی دید و سپردن بار این توانایی را به آدمی می‌دهد که در تاریکی ببیند. برای تأثیر بر ذهن نیمه هوشیار نشان دادن ایمان فعال همواره ضروری است. در همه این فصل‌ها کوشیدم بر این نکته تأکید کنم که ایمان اگر با عمل همراه نباشد مرده است. هنگامی که عیسی مسیح به جماعت فرمود تا بر سبزه نشستند و 5 نان و 2 ماهی را گرفته و به سوی آسمان نگریسته و برکت داد، ایمان فعال خود را نشان داد، زیرا هنوز آنقدر فزونی نیافته بود که 5000 تن را اکتفا کند. برای نشان دادن ضرورت ایمان فعال مثال دیگری می‌آورم.
زیرا ایمان فعال در واقع پلی است که انسان از روی آن به عرض موعود خود میرسد. زنی به رغم عشقی عمیق به علت سوء تفاهم کارش به جدایی از همسرش کشیده شده بود. همسر او زیر بار هیچ پیشنهادی برای مذاکره یا رفع اختلاف نمی رفت و ابداً با او تماس نمی گرفت. زن که از قانون معنویت آگاه بود، صورت ظاهر جدایی را نفی کرده و به تکرار این عبارت پرداخت: در ذهن الهی جدایی وجود ندارد، پس من نمیتوانم از عشق و مصاحبتی که حق الهی من است جدا شوم. از این رو هر روز که میز غذا را میچید، بشقابی نیز برای شوهرش میگذاشت و از این طریق هم ایمان فعال خود را نشان میداد، هم با تصویر بازگشت بر ذهن نیمه هوشیار اثر مینهاد. بیش از 1 سال گذشت، اما کوچکترین تزلزلی در زن راه نیافت و سرانجام یک روز همسرش قدم به خانه گذاشت. معمولا موسیقی بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد، زیرا موسیقی دارای کیفیتی 4 بعدی است و روح را از زندان آزاد می‌کند. موسیقی انجام کارهای شگرف را ممکن و آسان می‌نماید. دوستی دارم که هر روز به هنگام تکرار عبارات تأکیدی به موسیقی گوش می‌کند. نوای موسیقی به او هماهنگی کامل می‌بخشد و نیروی خیال را به پرواز در می‌آورد. خانم دیگری را می‌شناسم که هنگام تکرار عبارات تأکیدی می‌رقصد. نواخت و ضرب موسیقی همراه با حرکات هماهنگ و موزون رقص کلام او را به قدرتی شگرف به پیش می‌راند. همچنین شاگرد باید به یاد بسپارد که امور کوچک روزانه را خوار نشمارد. همواره پیش از موفقیتی عظیم، نشانه‌های نزدیک شدن خشکی از راه می‌رسند. برای مثال، خانمی در دل خود 1 دست ظرف آرزو کرده بود. چندی نگذشت که دوستی یک بشقاب قدیمی و ترک خورده به او داد. این خانم نزد من آمد و گفت: من 1 دست ظرف خواسته بودم، اما تنها 1 بشقاب ترک خورده گرفتم. گفتم این بشقاب فقط نشانه این است که خشکی نزدیک است و با مراد دلت چندان فاصله‌ای ندارد و ظرف‌هایت در راهند و میرسند. به چشم پرندگان و علف دریایی به آن نگاه کن. چندی نگذشت که ظرف‌ها از راه رسیدند. وانمود کردن مدام نیز بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد. اگر کسی وانمود کند که ثروتمند و موفق است، میوه‌اش را در موسم آن درو خواهد کرد. بچه‌ها همیشه وانمود می‌کنند و عیسی مسیح گفت: همانا به شما می‌گویم تا بازگشت نکنید و چون طفل کوچک نشوید، هرگز وارد ملکوت آسمان نخواهید شد. زنی را می‌شناسم که به راستی تنگدست بود، اما احدی نمی‌توانست او را وادارد تا خود را فقیر احساس کند. دوستان ثروتمندی که مدام فقرش را به رخش می‌کشیدند، او را نصیحت می‌کردند که اینقدر ولخرج نباشد و کمی پس‌انداز کند. آنگاه مختصر پولی نیز به او می‌دادند. او نیز به رغم همه آن نصایح، همه دارایی خود را صرف خرید کلاهی برای خود یا خرید هدیه‌ای برای یک دوست می‌کرد. همیشه شاد و سرمست بود و افکارش پیرامون لباس‌های فاخر و جواهرات و تجملات بود، البته بدون هیچ حسرت یا غبطه به دیگران. در دنیای شگفتی‌ها زندگی می‌کرد و جز ثروت و دولت هیچ چیز به نظرش واقعی نمی‌آمد. چندی نگذشت که با مردی مطمول ازدواج کرد و جواهرات و تجملات آشکار شدند. نمی‌دانم شوهرش همان کسی بود که خدا می‌خواست یا نه، اما این را می‌دانم که فراوانی و توانگری باید در زندگی این زن عینیت می‌یافت، چون تنها همان را تصویر کرده بود. تا انسان هرچه ترس را از ذهن نیمه هوشیار خود نزداید، او را شادی و آرامشی نیست. ترس نیرویی است که به راه کج رفته و باید به راه راست برگردد یا به ایمان بدل شود. عیسی مسیح گفت: ای کم ایمانان، چرا هراسانید؟ و اگر بتوانی ایمان آوری، مؤمن را همه چیز ممکن است. شاگردانم اغلب از من میپرسند: چگونه میتوانم از شر ترس خلاص شوم؟ و من پاسخ میدهم: با پیش رفتن به سوی همان چیزی که از آن میترسید.
ترس تو است که شیر را درنده می کند. بر شیر بتاز تا ناپدید شود، فرار کن تا دنبالت کند. در یکی از فصلهای پیشین نشان دادم که به محض اینکه شاگردم بیباکانه پول خرج کرد و ایمانش را به اینکه روزی رسان او خدا است و روزیش تمام ناشدنی است نشان داد، چگونه شیر تنگ دستی از سر راهش کنار رفت و ناپدید شد. چه بسیارند آن عده از شاگردانم که با بیباکی در خرج کردن پول از اسارت فقر و تنگدستی رهیدند و اکنون صاحب مال و مکنت هستند. تأکید بر این حقیقت که خدا نه تنها بخشاینده بلکه خود محبت نیز هست بر ذهن نیمه هوشیار اثر می‌گذارد و از آنجا که انسان با بخشاینده محبت یگانه است، پس با محبت او نیز یگانه است. سپاس برای خدای بخشاینده محبت‌ها. جمله از شکوهمند و اعجاز آفرین. انسان آنقدر با اندیشیدن به جدایی و تنگدستی خود را از برکات و نعمات خود جدا کرده است که گاه زدودن این عقاید کاذب از ذهن نیمه هوشیار به یک دینامیت نیاز دارد و دینامیت یعنی وضعیتی خطیر. انسان باید لحظه به لحظه خود را بپاید تا ببیند که انگیزه عمل او ترس است یا ایمان. پس امروز برای خود اختیار کنید که را عبادت خواهید کرد، ترس را یا ایمان را. چه بسا ترس انسان از شخصیت برخی از افراد باشد، در این صورت از آنها نپرهیزید، با اشتیاقی هرچه تمامتر به دیدارشان بشتابید تا دریابید که آنها حلقه هایی هستند طلایی در زنجیر خیر و صلاحتان و اگر چنین نباشد آنها خود به طرزی هماهنگ از سر راهتان کنار خواهند رفت. چه بسا ترس انسان از بیماری یا میکروب باشد، در این صورت باید نترس و آسوده خاطر بر جا ماند تا بتواند مصونیت خود را حفظ کند. آدمی تنها زمانی میتواند میکروب را به سوی خود بکشاند که با میکروب هم نفع یا هم طیف شده باشد و البته ترس سبب می شود که انسان تا سطح میکروب نزول پیدا کند و میکروب بیماریزا حاصل ذهن نفسانی است و چون هر اندیشه دیگر باید عینیت یابد. فکر بیماری نیز بیماری می آورد. اگر نه در هوشیاری برتر یا ذهن الهی هیچ میکروبی وجود ندارد. میکروب حاصل خیالات نادرست آدمی است. به محض اینکه انسان دریابد که شر قدرتی ندارد، در یک چشم هم زدن رهایی او نیز از راه می رسد. عالم مادی محو و عالم چاربعدی یا دنیای شگفتی ها آشکار می شود و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و پس از آن مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اول درگذشت.